این از 3 سال انتری میکنم شمگانی چوبق میکنم درو میکنم کور میکنم. ریحان نوزیمова روزی 8 مارس 107 ساله شد. در خانواده‌اش در این روز 2 جشن را تجلیل میکنند. یکی زادروزی او، دوم روزی زنان. با فرق از سالهای گذشته امسال شهردار کلاب به عیادت مامای ریحان آمده است. با وجود پیرانسالی فراموش خاطر نشده است. 8 مارس اومده که خانواده ما پدرکم و اینطوری کارخواست کار که میکرد اینطوری مولا با توپش میورد با رونش 5 تا میورد 6 تا میورد میدادن چای کارخواست. در جماعت سری خساری ناحیه بلجوان به دنیا آمده است. قصه میکند که پدر و مادرش در 5 سالگی او فوتیده اند و با خواهر خردش یتیم مانده است. هر دو رفقایش به کلاب آورده بزرگ کرده است. پدرم میادم در نیست من مایده داشتم. پدرم چوبانداز به خود بس کشیده غلطه میوده و چم جاندار دیگه و کل و چمه بکشیدیم خطی خواهرم. پیرزن 107 ساله حالا در دهه یخسوچیانی کلاب زندگی میکند. 5 فرزندش را از دست داده است. 3 تای دیگرش زنده اند. شوهرش سال 1973 فوتیده است. این نبیره‌اش است که به عیادتش آمده است. نوسط اختاریشم تولید 66م. ایما بلند با بچه ها هم بعد مایم. مثل اکوی ما با کلونن تولید 59 هن 56 هن. ما کنی واسه نمیدونم که چندمش باشم. مرا کلا نون میپختم آش میدوختم. مامای ریحان قصه کرد تا 2 سال پیش قوا و توانش خوب بود. اما دیگر مثل پیشینش نیست. مامای ریحان بی امروز 8 مارس با 107 قدم میموند. الکی 106 رو پر میکند. اینها هم کلین‌های نسل 3 فرزندانش هستند و نگاه و بینش میکنند. زیاده از سر نبیره دارد. میگوید که تا 2 سال پیش در تربیه هر کدامش سهم داشت و اکنون آنها در نگاه و بینی او سهم میگذارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.